سلام به شکایت داشت عزازیل، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. امروز اومدیم با ویدیو ریاکت به اکانت بروکن، یکی از بهترین پلیرهای کال آف دیوتی که به نظر خودم بهترین پلیر بتل رویال هستش این بازیکن و حتما این ویدیو تا آخر تماشا کنین که یوایدش هم میذارم براتون. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم تو پلیر اینفوش و گان متیکو داده دست بات. پروفایلش هم که بهتون نشون دادم. بریم تو بخش سیف هاوس. هیچ گانی داخل سیف هاوسش نذاشته، یه دونه موتور و یه دونه اسکین که خیلی قدیمی و رایگان هستش، فکر کنم واسه 2 سال پیش واسه سیزن موتوکو. بریم تو بخش کالکشن. همونجوری که میبینید 20 تا متیک، 9 تا پرستیج، 82 تا لژند و 1026 تا اپیک. 1348 هم مثلا ریره که دیگه با اونا کاری نداریم. خب گان اول M13 داره، CBR، کیلو، اودن، سویچ بلید، ریگ، EM2 47، QQ9، هولگر، FFR، AK117، پیسکیپر، سیکستان، گراو، تایپ 19، MG42، DL و BP50 و رایتیک هستش. این رایتیکر رو حالا فول اپگرید نکرده که بهش حق میدین دیگه، خدایی گان زیاد اونجوری مثل DL نیستش. خب شروع میکنیم با اولین لژندش، M4LMG 47 کروماکو، کولت نیکیتو، DL هالیدی، تایپ 25، الکترون. بعضی هم که نخوندم دیگه خودتون داخل ویدیو میبینید دیگه. KRM آوتلا، HVK پی تو وین، HG40 میسی کله طلا، M4 نایف و خیلی چیزای دیگه که همینجوری من تون میرم پایین. HS لژند، RPD زنبوری و زدارجی، بیوای، زیلات و همینجوری میریم پایین تا برسیم به آخرش، نیزه. و رسیدیم به اپیکاش. اپیکاش خیلی زیاده بچه، دست من در گرفت تا رسیدم به پایینش. اول چیزی که باش مواجه میشیم که خیلی خوبه، کلت زامبی. دومیش که 47 تانک، بعد 7 رو آریوس و ایکی 47 استیل بلو، آرتیک استیل بلو، همونجوری که میبینید MSMC ولیت وست اگه اشتباه نکنم. بله اینجا هم 3 هیت استراکو داره. MSMC همین گفتم بهتون، این MSMC داشتم میگفتم. و QQ9 فلوت و پایینتر هم 117 کیت بگ که خیلی احتمالا دارنش. دیارچ، این دیارچ قدیمیه دوستان. و M4 بلک گولد که اگه اشتباه نکنم چون اون زمان نبودم فکر میکنم برای ایونت باشه، نمیدونم. این QQ9 LK24 رو بقیه اگه دیدین جایی حرف نزدم دیگه خودتون دو ویدیو مشخصه، میتونین گانا رو ببینینش. یادتون باشه تا آخر ویدیو همراه من باش چون قراره یوایدی هم بذارم. KRM RPD اگه اشتباه نکنم برای گردونه کوردایت. این هم اگه اشتباه نکنم اولین کاتانای اپیکه. و شاید خیلی براتون سوال باشه که این آریوس واسه چیه. این آریوس اولین آریوسیه که یه کلان اولین گانیه که با طرح انیمه داخل کال آف به وجود اومده. این 47 یراف OX اگه اشتباه نخونده باشم و گلو استیک، اون که یارمه رو که دیدین خودتون خیلی داشتین شاید. و این بیل جذاب که واقعا طراحی جذابی داره، خیلی باحاله. و آریوس استیل بلو. تا الان من گانی ندیدم که ردکشنشو داشته باشه راستش. و این باکس طلاییه خیلی خفنه آجی، ایمش عالیه. این فنیکر رو ندیده بودم تا حالا. و XPR این یکی از جذاب‌ترین HS هاست، HS اسپری بوم. کاتاناش هم داره. دستم خورده شاید، نمیدونم. و فکر کنم اگر اشتباه نکنم این سیزن
بروکن ویچ واردن رو فول کرده که هم کارامبیتشو داشت هم منوارشو و واقعا این دیل عالیه، خیلی دیل خفنیه، واقعا یکی از بهترین دیل ها میتونه باشه. 117 اوتکست اگه درست گفته باشم و منوار، خیلی منوار قشنگه و اشکال. خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، حتما ویدیو رو لایکش کنین، خیلی ممنونم. خیلی ها ویدیو رو میبینن لایک نمیکنن، حالا نمیدونم دلیلشون چیه. بازم عشقین شما، دمتون گرم. همین که ویدیو رو میبینین واسه من با ارزشه. اگه تونستین یه سابم بزنین و زنگوله بغلش هم بزنین، یه کامنت انگلیسی بذارین که حسابتون نپره. خیلی ممنونم. یو آیدی هم وسطای ویدیو براتون میذارم ببینین. ای که لفته یخی 117 پی تو وین 117 پی تو وین و این پایینیش هم یکی از 117 دیگه است. و اگه اشتباه نکنم این کریت یه دونه مانتوری هم داخلش داشت فکر کنم. اکانتش تقریبا قدیمیه، بهتون حالا جلوتر میگم واسه چه سیزنیه. و این دیارچ هم برای دیارچ باندل فرگ هستش، جلوتر تو بخش اسکینا بهتون میگم. این انفوره که فکر کنم اگه اشتباه نکنم واسه کریته و این چیز جذاب. اف جی دستم خورده، نمیدونم والا اف جی زیاد آنچنان خفنی نبودش. این بیوایه که تا حالا ندیده بودم راستیتش و بیوایه قشنگی بود، خوشگل بود. این انفورر هم ندیده بودم، اونم قشنگ بود. اینجا دیگه قدیمی ها یادشونه که سیزن موتوکو هستش این سیزن، برای همین گفتم ست هیت استروکو داره که خودتون هم میتونین مشاهده کنید ببینین. خیلی چیزها رو در اون زمان که اومده تو بازی نگرفته که خودم والا دلیلشون نمیدونم. یکیش مثلا نمونهش اچز تانک هستش و بقیه گان ها. یکی میگه مثلا گست پلاسما، گست بلکن گولد و واقعا نمیدونم چرا. و جلوترم قیمت کل ارزش اکانت بروکن رو من به شما اعلام میکنم و مو به مو به شما میگم. البته میخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، خودم میرم جمع میزنم و آخر ویدیو میام قیمت رو بهتون میگم. و این ست اودن سفیده این فکر میکنم برای کریت ولادیمیر ماکاروف باشه، نمیدونم، واقعا نمیدونم. دستان رو اسپیار، این کیکینم واقعا چیز خوشگلی بود. دیگه کم کم داریم میرسیم به اپیکای آخرش. این کیوکی که یکی از قشنگترین کیوکی هست واقعا، کیوکی انیمه ای که اسکینش هم واقعا اسکین خیلی خوشگل و خوش فرمیه. این ریگه واقعا ریگه خوشگلی هستش و دیگه داریم به آخرای نزدیک میشیم، دیگه به آخرش داریم نزدیک میشیم. این اسفیدی چقدر خوشگله. اون لوکاسه که خودتون وسط دیدین اون خیلی لوکاس خفنیه، خیلی لوکاس خوشگلیه. 117 بلک روز که برای روزه، اینم از کاتانای رنگی. فنک پی تو وین که یکی از بهترین فنکاست که این سیزن توی بخش فوریو اومده که میتونین بزنینش. این MSMC جذاب و بالاخره 1026 تا اپیک بالاخره تموم شد و ببینیم
دیل معروف دیپ شارک رو داره که بله داره. حالا بریم سراغ بخش جذابتریش، یعنی اسکین ها. اسکین اولی که داره اسپکتر متیک که این سیزن هم به بازی برگشته با فینیشر جذاب خودش. تمپلار، سایرن، سوفیا، مانتاری، فانتوم، گانزو و گوست لجند. و اولین اسکینی هم که داره تانک دمپسی اگه اشتباه نکنم واسه یه زامبی. مرس 5، FTL، فانتوم. و اینجا بخوام بهتون بگم که بروکن از چه سیزنی وارد کالاف شده. همونجور که میبینید صبح و آروان ترکر برای بتل پس سیزن 3 کال آف دیوتی موبایل 2020 هستن و این بروکن از سال 2020 سیزن 3 وارد کالاف شده و واقعا یکی از پلیرهای قدیمی محسوب میشه، ولی پلیر سیزن 1 نیست دیگه. مثلا گوست سیزن 1 رو نداره. اینجا گوست کابوی، گوست هازمت اگه اشتباه نکنم، فانتوم چمپیونشیپ 2020 و 1490 اسکین جذاب. و اینجا این روز واقعا از روز مشکی همین الان ما خیلی جذاب تره. و زامبی ویچواردن معروف، گانزو. و رسیدیم به یکی از جذابترین اسکینای کالاف، دارک شپرد که دارک شپرد همین چند وقت پیش خودتون میدونید دیگه اسکین لژندش اومد. ویوان هریس آبی، روز ویراگو که واقعا یکی از خوشگل ترین روزا هستش. اولین اسکارلت روزی که وارد بازی شد، سراب و بازم سراب، آژاکس، گوست اسرائیل، ژنرال شپرد، کاسمیک سیلور بک که اسکین خیلی باحالیه ولی خیلی گنده است، اسکین خفن گز و اسکین مورتی که واقعا یکی از بهترین اسکیناست که خیلی وقت وارد بازی نشده. اتن اگه اشتباه نکنم و باتری. اینم میستی که اولین میستی که فکر کنم وارد بازی شده. آژاکس و رسیدیم به دوتا از بهترین اسکین ها، یکی آرتری و ویوان هریس مشکی. باتری، کرگوئر، نیکیتو و انوایکس که واقعا اسکین های خیلی خفنی داره. اسکایلا صورتی داشت یادم میرفت. اینجا این همون مانتریه که فکر کنم برای چند تا 117 است اگه اشتباه نکنم. و دارک شپرد، فرگ که همتون میشناسینش، روزروک. اینم از زامبی رنجر، چیپر و آرتری خوشگل و منندز اصلی که یکی از واقعا بهترین اسکین است. دستان خود رو این اسکارلت رودز برای اون باکس طلا، منطقه لاکی باکس، سراب، اسکایلای اگه اشتباه نکنم برای MK2، وودز کرد که واقعا یکی از بهترین اسکین است. و الان برای خیلیتون سوالی که من چجوری اکانت بروکن رو پیدا کردم. این اکانت اول و اصلیشه. یه اکانت دیگه هم داره که یه اسکینی داره که داخل ویدیو جدیدش تازگی ها برمیداره. حالا اینو من از کجا پیدا کردم؟ اگه برین وارد اینستاش بشین و چند وقت پیش یه کد سنسیویتی گذاشته که اگه بریم کد سنسیویتی رو وارد کنیم هم اسمشو هم یایدشو برامون میاره. خب از اسکینا دور موندیم. ولادیمیر ماکاروف هم که شما دیدین، این اسکین خفن. اینجا دیگه افتاده بود دور اسکین گردونه بود که از دو ستاش بعدی ها اسکین گردونه است. این نیکیتو جذاب، گانزو، اوربان تراکر صورتی که برای LK24، آرتری،
کیدی گریم اگه اشتباه نکنم. ویچ دکتر و اون اوربان ترکر فوتبالیسته هم داره، آلیاس آرتری. اینجا دیگه اسکین خیلی خفنی نداره، بیشترشون اسکین گردونن. این دو دوقلو که چند وقت پیش اومده بودن و واسه باندل هم بود. و اسکینه زیاد خفن دیگه آنچنان نداره. مثلا اسکین خیلی خفن کریت که یکی همین اوربان ترکر است و دیگه تموم شد. و این هم آخرین اسکینی که گرفته. و بریم آخرین یعنی اسکینای آبیش هم ببینیم و بریم سراغ وسیله‌های نقلیه. وسیله نقلیه که همونجوری که میبینی یه دونه اسنوبورد لژند داره، یه دونه ORV لژند، چاپر لژند و این ماشینه که اسمشو دقیق نمیتونم تلفظش کنم، یا همون آنتیلوپ اگه اشتباه نکنم. خب این بود اکانت یکی از بهترین و خاص‌ترین پلیرهای جهان یعنی بروکن. این هم یا ایدیش و اسمش، دوست داشتین برید نگاه کنین و خودتونم ببینین. خیلی ممنون که اینجا تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی عشق منین و خدا نگهدار.